سلام دوستای گرامی، وقت بخیر. دستور تازه و تلویزیون ها. تمامی مجریان زن رویشان را بپوشانند. تلویزیون خصوصی تولونیوس اعلام کرده است که امارات اسلامی در یک دستور تازه از تمامی شبکه‌های دیداری موبیگرو به شمول تولونیوس خواسته است که از این پس تمامی مجریان زن در جریان اجرای برنامه‌های تلویزیونی رویشان را بپوشانند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر از کارمندان زنان سازمان ملل متحد در کابل خواسته است که حجاب را رعایت کنند. هیدربار معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر اعلامیه‌ای از سازمان ملل را در توییترش پخش کرده که در آن دستور امارات اسلامی و کارمندان این سازمان ابلاغ شده است. در اعلامیه آمده است که کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به دفتر سازمان ملل در کابل آمده و از آنان خواسته است که کارمندان زن این گزارش‌دهی وظایف خود حجاب داشته باشند. به نقل از اعلامیه، متعصبان وزارت امر به معروف عطا خواستند که به محل کار کارمندان سازمان ملل دسترسی داشته باشند تا ببینند حجاب مراعات می شود و یا خیر. همچنان از شاگردان دانشگاه ها خواسته شده است که باید با چادرهای مشکی یا سیاه داخل پانتون یا دانشگاه ها شوند. در غیر آن حق ورود یا اجازه را به دانشگاه ها ندارند. روز به خاطر چادرهای رنگه شاگردان را دور دادن نمیبرن، نمیمونن که داخل سن برن. اشتار داده بودن که این چادر رنگه نپوشن. خیر نصیحت دخترای که رنگه است اگر از داخل دروازه پرسون داخل شدن زنارش کنش بشه فکر دختر نبینم. Thank God it just got this far. I'm sorry for my class. I'm